من یک تحجمنگار Задорнов بود. من все вақт باید گوش میکنم Жванецкий. و یک عباره خوب داشتن که у нас میگه так развелось, что писатели пишут для писателей, художники рисуют для художников, композиторы сочиняют для композиторов. حتی این به проблема байоба بود. آن همون چیز این دوره پیر خود در ما همین چیز است. در ما متاسفانه رسام هم رسم میکشد و یا فقط رسام میبیند، اکتور را بیشتر اکتور میبیند. زمانی بود که زمان با زمان شوروی یک دوره برای من یک دوره خوب بود که همچون حجمنگاری جوان رسام حجمنگاری جوان بودیم. در همین شهر چی چهاربینی‌های فرهنگی سیاسی که میشد، چی نمایشنامه‌های نمایش دستاوردهای خواجگی خلق میشد، البته برای من یک جای الهیده بود. حتی از کمیته کمسمول، از کمیته حزب کمونیست یک دو هفته پیش آگاه میکردن که انم خیلی چهاربینی شد، شما حتما رسماتون رو به نمایش گذارید. طرفی اروپا روسیه کی است، اونجا علاقه هم اهالی بینهایت بسیار، بعد اونهایی که حس توجه به صنعت و به فرهنگ دارند بیشترند. فرهنگ آدمی فرهنگی میفهمد. چهره‌های رقمی اول مثل پوتین و مدویدوف از جمله موضوع اساسی بعضی کاریکاتورها ویروس است. در آسیا میانه به نظر شما همین گونه کاریکاتورها چگونه قبول میکنند؟ در روسیه یک عباره است که وستاک تونکه دیلا میگن که در ما مشکل تر است، چون که یک فرماسیای تاریخی را ما اثر نگذارندگیم در تاریخی تمدن ما دوره کپیتالیسم را. ما از یک باره از فئودالیسم به سوسیالیسم گذشتگی هستیم. همین چیز بعد خرافات مردم رو باز داشته است. متاسفانه امروز همین چیز اونقدر حس توجه ظاهر نمیکنند. بازم میایم سری موضوع همین اقتصادیات. برای مثال من دارم رسمای حجمی کشیدگی دارم، لیکن وای هم خیلی کاغذ گرفته نمیشد مونده. برای این البته وای باید در چارچوبای معین یک شیشه همه این خرجات رو طلب میکند. برای مثال من حاضرم 300 عدد رسمای حجمی دارم برای مثال. اکنون برای همه همین یک دانه انم خیلی یک تا چارچوبه شیشه دار در کار برای هر کدام این. علاقه این 20 سومون می ایستد. 100 دانه اگر گیرید 2000 سومون فقط برای جابجا کنی اینها. نوبت از اون که باید که چارپایه باشد، یگان لوحه باشه که در اونجا آویزید. همه این طلب و خرجاتی مالیوی طلب میکنند. و شاید روز شود که به همین چیز رو بیارن باز بهتر شود.